منظره زیبای از ننگرهار، قسمت درونده و یکی از ساحات نزدیک به لغمان، یک ساحه که خیلی تپه های زیبا و قشنگ داره و این راهی است که شهر جلال آباد را با قسمت درونده ولایت جلال آباد وصل کرده و همچنان همین راهی را که میبینید راهی است که به ولایت لغمان وصل است و سرسبزی های را که میبینید مربوط به قسمت درونده ولایت ننگرهار مرکز جلال آباد میشه.